دونک لکاسنی. Anostov, Amira guftam. Mon khaw fama yo. Tak davom shabu. O dونک استفاده کرده که دونک. خانده Ozi پاسه. dona Amira bugün bir çok hoşuma böyle şaşırdı. خیلی آدم زب Ana کرده. pudina emiyatay ko havay qatiya duvanchik qanda seruz da pasmak. و پودینا سخت میشه فقط پودینای انی لبوی آب دامه برای که پرستوی میاتن هست میاتا پریشنوی و ضرر میکنه ادوان چی خوش پرود اینسولین تا ترکیبش اینولین داره اینولینا نسیتل اینسولین پادوبین فقط همین که کساله کاندا بعضی آدمو مثل اینسولین رزینتینت میگن اینسولین بالانده İnsülin varsa ki balan ki boşa ve aşı başına insülin abi diletmekine başka şeylerimiz var ve Rus jilutka da ne meda da ne daruda bir hava daruda ra önce proses fermentasyon bambalmaya hem çiz hal meşava proses raşiplen yamaş aval dahil meda me guzara alemi sistema bayram meşava Bu şogirdi Ustod Tohiri man hamfikr هستم و همچون مکتب استاد طاهری من گفتنی هستم که من خودم بیماری قند دارم وقتی که من گل قوقف ریشه قوقف رو با پودینه ای که در بیرون میروید در لب جوی همراه میکنم و میخورم در 3 روز قند من پس میشود این بسیار معنی کلان دارد کسی که کسل قند هست مرحمت با مکتب استاد مولا ظهور طاهری همین رسیب رو استفاده برید. تشکر. ما همین فهمیدیم که 15 سال باز ما همه شاگردم رجب مراد یعقوب تا حالا تردوی کنیشکی همین در خانه ما ایستاده است. شاگردی من این نصف دنیا 400 اومد. نصف آدمای میلیونرها دست همین به لیچه نگیرد. من فخر میکنم که همین روز بعد 15 سال همین شاگرد با خودم حالا در داغستان مرکز دارد آدمای تبابت میکند. آدما را دوستی پرزور کند. در همه روی جهان مشهور کنند دشمنی و ویرانکاری عالم است آدمان را خارزار و کور کنند من میخوام که ما محبت دوستی رفاقت صداقت زیادتر باشد دشمنی بدبینی بخیلی حسد ابین ما رود در همان صورت ما میتوانیم برنامه من که 100 سال عمر دیدن است امروز از طرف پرزیدنت روسیه هم دستگیری شده ایستاده است ما باید همین آدما رو یادیم ما همه در این دنیا مهمان هستیم ای بیخبران خبر ندارید شما لج آمده لج روانید کجا این مال و ملک و زر به کی میماند آخر بروید نزد خدا با یک دعا ما در این دنیا همه مهمان برای این بعضی آدم فکر کنن او من ماشین دارم قصد دارم کارخانه دارم هیچی نیست یک شب خدا اگر نخواهد تو نیستید اونجا ما هم وقت باید با خدا باشیم با خدا ما باشیم طبیعت حفظ کنیم دوستداری کنیم بین مملکت ها بین خوشتوار دوستی و رفاقت و صلح و دوستی پاینده باشد سلامت باشید من امروز 3 نفر شاگردای من در اینجا که 15 سال من مدرجه یعقوب بختیار شاگرد من با یک خواهر زیبا داریم اکثر میخوان درسای من آموزم بانو زیبای ما همین من درسای یاد گیرم من پولی کلان دارم نه که سلامتی کمتر رفساد است میخوام تا 100 عمر بینم برنامه شما آموزم هستن و ما میخوام که مردم تاجیک عموما مردم دنیا باید 150 سال عمر بینن برای عمر دراز دیدن دانش درکار دانش اساس حیات دانش باشد دانش سلامتی پول همه چی میشه نه که پول خطی سلامتی خریدن نمیشه آدم با آدم زنده است ای آدمان من زنده هستم با شما ای آدمان در همه ساحه ها آدم در کار که کار پیش رود برای من با همه شاگردان با تمام مردم تاجیکستان میخوام که عمر دراز بینن سالم باشن محتاج یگان مرد و نامرد نکنن تا 100 سالگی از دست پای خود نمانند و آخران روایتم میخوام که ای بیخبران خبر ندارید شما لج آمده و لج روانید کجا این مال و ملک و زر به کی میماند آخر بروید نزد خدا با یک دعا ما همه از این دنیا رفتنیم میریم خواهیم نخواهیم میرویم و میان آدمان شورش و سودا میان آدمان تقسیم دنیا خورد شخص سری شخص دیگر را که او یا او نمی‌مرد
امروز همین جنگ های بیمانی هستن. عموما هیچ که به نیست نه که اینجا امریکا اینجا. من طرفدار جنگ نیستم و ما سال 18 یک تشکیلات ساختیم، تشکیلات بین خلقی طبیبان و ادیبان. این تشکیلات علاقه 175 اعضا را ما میخوام در روی جهان وقت صلح باشد، سالمی درازعمری باشد، مردم دوستی و رفاقت و حفظ طبیعت. برای انسان چی در کار؟ همه قدر میلیاردرها بردن زیر خاک رفتن. من یک سخنم نوشتم که در دنیا یگان آدمی زور نیست، عاقبتش زیر گور او را میخورد هم مار و هم مور. همه مرنده هستیم. برای همین ما باید اگر حرمت کنیم، دوستی، رفاقت، برادری. زنده باد تاجیکستان. بپیش با امام علی رحمانوف. هورا! بپیش رحمت.